سلام به همه شما همراهان همیشگی کانال داستان سرای شب. لحظات تابستونیتون به خیر و سلامتی عزیزانم. من شقایق هستم. خیلی خوشحالم که بار دیگه تونستم کنار شما دوستان خوبم باشم. امیدوارم اوقات ناب و دلنشینی رو کنار هم بسازیم. عزیزان لطفاً با سابسکرایب کردن کانال و لایک و کامنت های پر انرژیتون ما رو تو این مسیر همراهی کنید. ممنونم. داستان زندگی سمیه. صدای زنا از توی حیاط می اومد. خنده، کل، صدای قابلمه روی آتیش و جینگ جینگ علنگوا. یه حال و هوای قشنگی بود. انگار خود آفتابم دلش میخواست که واسه من اون روز بخنده. چشمامو باز کردم. یه لحظه نفسم بند اومد. چند روز دیگه عروسیمه. خیلی ذوق داشتم. رفتم تو آینه نگاه کردم. باورم نمیشد این منم. سمیه. دختر محمد آقا، همونی که تا پارسال شبا چشماش از بس پای چراغ مطالعه درس میخوند قرمز میشدن. اما نشد که بخونه و الان داشت عروس میشد. همونی که کل کوچه میگفتن اهلیه باباشه. مثل کبوتری که هنوز پر در نیاورده. ولی اون روز من قرار بود پرواز کنم. فاطمه خانم از خانم‌های مؤمن و معتمد محل منو برای پسرش خسرو در نظر گرفته بود. پسری که همه دخترای محل آرزوشون بود که زنش بشن. چون هم مادر مهربونی داشت و همه اهل محل دوستش داشتن و هم خسرو خوشبرارو و خوشتیپ بود. کار پردرآمدی داشت و این باعث شد با اومدنش آقام و مادرم هیچ جای مخالفتی نداشته باشن و به خواستگاریشون جواب مثبت بدن. خودم هم از خسرو بدم نمی اومد ولی دوست داشتم درسمو بخونم و برای خودم شغلی داشته باشم که نشد. ما و خانواده عموم از قدیم توی محل زندگی می کردیم. بابام به جز عمو عباس یه خواهر دیگه هم داشت. ولی من تنها فرزند خونه بودم و پدر و مادرم هم بعد من دیگه بچه دار نشدن. عمو عباس هم یه پسر و یه دختر داشت که با دخترش زهرا من دوست بودم و بیشتر اوقات توی خونه هم بودیم. اما پسرم و مهدی از ما بزرگتر بود. درسته پسر آرومی بود ولی گاهی اوقات نگاه بدی به هم داشت و احساس میکردم با نگاهش داره تنمو آنالیز میکنه. چند بارم دور از چشم همه به هم چشمک زده بود که دیدم و نسبت بهش تغییر داد. هر وقت اون خونه بود خونشون نمی رفتم و از زهرا می خواستم که بیاد خونمون. اون زمان که خسرو و مادرش اومدن خواستگاری زنموم یه چیزایی در مورد این که پسرم مهدی سمیه رو میخواد به مادرم گفته بود. ولی چون مادرم مخالف ازدواج فامیلی بود زود جواب مثبت رو به خسرو داد. تا زنموم دیگه نتونه درخواستش رو مطرح کنه. داشتم موهامو شونه می کردم که مامانم اومد تو اتاق. صداش گرفته بود ولی نگاش نمیخواست ازم کنده بشه. یه جور خاصی نگاه میکرد. نگاهش همراه با بغض بود. نمیدونم. صدام کرد سمیه جان مامان بیا بیرون عزیزم. آرایشگر برای اصلاح ابروات تا یه ساعت دیگه میاد. خانم باجی هم دیشب تا صبح مشغول گلدوزی تور عروست بود. خانم‌ها امروز جمع شدن و دارن بساط بند انداختنتو آماده میکنن. دوست دارن از چند روز قبل عروسی بزن و بکوب کنن. بعدش دستمو گرفت و خوب تو صورتم دقت کرد و گفت بگو ببینم بالا آوردی باز؟ گفتم نه. ولی دلم یه جوری بود. نه از ترس. از ذوق. یه جور عمیق. یه سنگی ته دلم بود که انگار از شب قبل همراه هم شده بود. نشستم لب تخت. گوشه تور عروسیمو کشیدم سمت خودم. مامان با دستایی که همیشه کار کرده بودن آروم موهامو شونه زد. گفت امان از دست این موهای شرور. مثل خودت لامصب رام نمیشن. خندیدم. گفتم مامان من رام نمیشم؟ مامانم خندید اما چشماش نم میزد. عمه فاتی از تو حیاط منو صدا کرد. سمیه جون عمه بیا تورتو نشون بدیم به زندایی. قربون اون چشات برم. اون روز همه با هم خوب بودن. حتی دخترمم که همیشه یه گوشه غیبت میکرد صبح زود برام شیر عسل آورده بود.
یه حس خاصی بود. حس این که همه چی به ظاهر سر جاشه. ولی خب آدم همیشه ته دلش میفهمه، حتی اگه نخواد بفهمه. ساعت 9 بود که حالم بد شد. یه دفعه حالم به هم خورد. مامانم گفت الهی مادر نکنه چش خوردی؟ بیا یه قاشق شربت خاک شیر بخور. ولی من دیگه نایی نداشتم. رفتم ته حیاط، کنار تاقچه گل شمدونی نشستم. دلم آشوب بود. تو همون حال زنمو که معلم بهداشت بود نگام کرد. اومد نزدیک. آروم فقط یه جمله گفت که دنیامو از هم پاشید. سمیه جون، دختر، تو چند وقت این حالو داری؟ فقط شونه بالا انداختم. بعدش دیگه نفهمیدم چی شد. بردنم درمانگاه پایین بازار. همه چی در سکوت. حتی مامانم هم چیزی نگفت. فقط نگام کرد. جواب آزمایش که اومد، پرستار گفت 2 ماهه‌ای دختر جون. همه چی چرخید. 2 ماهه‌ای؟ من فقط 16 سالم بود. و جز بابام کسی دست به سرم نکشیده بود. مامان اونقدر تند از جلوم زد که برسه به اتاق معاینه. صداش از ته سالن می اومد. یعنی چی؟ 2 ماه هست؟ چی میگین شما؟ دلم میخواست زمین واشه و من بیفتم توش. دلم میخواست جیغ بکشم، بگم من نمیدونم، به خدا نمیدونم چی شده. ولی لبام خشک شده بود. مامان از اتاق اومد بیرون. رنگش مثل گچ دیوار بود. گوشه روسریش افتاده بود پایین. سمیه؟ یه جوری نگام کرد انگار دیگه دخترش نبودم. انگار غریبه بودم. زنمون با دستای یخ شدهش کنارم نشست. مامان جون یه چیزی بگو. ولی چی میتونستم بگم؟ من فقط ساکت بودم. مامان با صدای گرفته گفت یعنی من حالا چی کار کنم؟ چی بگم به آقات؟ به خسرو؟ بگم دخترم؟ صداشو برید. به گلوی خودش چنگ زد. بگم تو شب عروسی دخترم با یه بچه تو شکمش راهی خونه شوهرشه؟ اشکام ریخت. ولی نمیتونستم از خودم دفاع کنم. چون خودمم نمیدونستم دقیقاً چی شده بود. زنمو هیچی نگفت. فقط سرشو انداخت پایین. مامان بهش گفت عفت تو بگو. من الان چی بگم به فامیل؟ بگم عروس ما؟ یه دفعه جیغ زد. وای خدای من، وای بی صاحب شدیم ما. صدای گریش توی سالن انتظار پیچید. پیرزنا از اتاق بغلی سرک کشیدن. من دلم میخواست غیب بشم. مادرم گفت تو با کی بودی سمیه؟ مامان اومد سمتم. بگو مادر بگو، بهت قول میدم اگه بگی کاری نمی کنم. سرمو انداختم پایین. لبام فقط یه جمله رو زمزمه میکردن. نمیدونم مامان. زنمو دستشو گذاشت روی شونه مامان. گفت الان وقت سرزنش نیست مریم، بذار یه کاری بکنیم. مامان یه لحظه ساکت شد. بعد با دستش زد تو سر خودش. گفت آبروم رفت، خدا منو نابودم کن. ما دیگه کیو داریم؟ حالا چی بگم به خسرو؟ به اون مادرش که از الان داره فخر میفروشه که عروسش یه پارچه نجیبه؟ سرم گیج میرفت. اونقدر مامان دور سرم چرخیده بود که سرگیجه گرفته بودم. زنمو گفت بذار ببرمش خونمون، 1-2 روز بگذره، بعد یه فکری میکنیم واسه داماد. شاید بشه کاری کرد. مامان نشسته بود کف سالن. سرشو با دستاش گرفته بود. نمیدونستم چه اتفاقی برام افتاده و چه کسی این بلا رو سر من آورده. من دیگه اون سمیه صبح نبودم. همون ظهر وقتی برگشتیم خونه زنمو، مامان یه سر میلرزید. صداش خشدار شده بود. دستاش مثل برگ زرد میلرزید و هی میگفت وا ویلا چه خاکی به سرم بریزم. زنمو آب قند آورد. مامان نخورد. من گوشه اتاق نشسته بودم و روسریم تا روی ابروهام پایین کشیده بودم. حتی نای گریه هم نداشتم. زنمو آه کشید و گفت باید عروسی رو عقب بندازیم. 3 روز 5 روز، یه جوری که شک نکنن. مامان گفت نمیذارن. خسرو از 1 ماه پیش سفره عقد و سفارش داده. فاطمه خانم کلی تدارک دیده.
شیرینی و میوه و چای و قند خریدن. عروسی پسرشه. زنمو آروم گفت میگیم مریض شده. میگیم سمیه تب داره، بیحاله. دکتر گفته باید استراحت کنه. مامان خیره شد به زنمو و گفت یعنی به خسرو بگم دخترم تب داره؟ یا بگم؟ باز صداشو برید. زنمو نذاشت ادامه بده. نگو هیچی. خودم به شوهرم میگم. عباس میتونه خسرو رو یه جوری آروم کنه. مامان سرشو انداخت پایین. گفت خدا از سر تقصیراتم بگذره. من که فکر نمی کردم این دختر. دیگه نمیتونستم ساکت بمونم تا هر چی میخوان بارم کنن. گفتم مامان. برای اولین بار از صبح صدام بلند شد. مامان نگام کرد. چشمش تار شده بود. گفتم من نمیدونم چی شد. به خدا نمیدونم. مامان نشست جلوم. زانو زد. دستامو گرفت و گفت دخترم منم نمیدونم، ولی الان وقت گفتن اینا نیست. الان باید بفهمیم چی کار کنیم. نباید آقات بدونه. اگه بدونه فاتحه هر دومون خونده است. میدونم که اگه محمد بدونه چنان سر تو به باد میده انگار به تنت زیادیه. این چه مصیبتی بود که سرمون اومد. مامان اینا رو میگفت و هی میکوبید روی سرش. اون شب زنمو با عمو حرف زد. اما عباس نسبت به آقام مرد آروم و با فکری بود. یه جورایی مرد حرف گوش کنی بود و با پدر خسرو هم رفیق بود و بعد فوت پدرش یه جورایی بزرگتر خسرو محسوب می شد. خسرو ازش حرف شنوی داشت. قرار شد شب برای نماز بره مسجد و همونجا به خسرو بگه که سمیه یه جور تب ویروسی گرفته. باید چند روز استراحت کنه. اما عباس می گفت خسرو اولش خیلی مقاومت کرد تا عروسی عقب نیفته و همش می گفت بذارید من سمیه رو ببرم دکتر تا فردا خوب میشه. ولی بعدش تونستم قانعش کنم چند روزی استراحت کنی تا حالت بهتر بشه. بهونه جور شد. عروسی 5 روز عقب افتاد. ولی برای من هر روزش اندازه 1 سال میگذشت. همون شب توی تاریکی کنار رخت خواب مامان زیر لب گفت سمیه اگه کسی بفهمه ما رو از این محل میندازن بیرون. آبرو چیزی نیست که بخریمش. فقط داریم خرجش میکنیم. من ساکت موندم. دلم میخواست بگم که حتی نمیدونم چی شده. فقط بگم اون روز، اما هنوز جرأتشو نداشتم. فقط یه چیزو میدونستم. تا 5 روز دیگه باید راهی پیدا کنیم وگرنه این دروغم مثل بقیهش رو سرمون آوار میشه. درست یادمه. شب 2 مرداد بود. یه هفته بعد از مراسم خواستگاری خسرو بود. اون شب همه رفته بودن خونه عمه. تولد نوش بود. مامان گفت تو بمون، فردا امتحان داری. صبح زود باید بری مدرسه. استراحت کن مادر. آقام خیلی تعصبی بود. زیاد اجازه نمیداد من توی مهمونیایی که شلوغ بودن و پسرای غریبه توش دعوت بودن برم و میگفت دختر باید آفتاب مهتاب ندیده باشه. دختر خونه باشه. برای همینم مادرم درسمو بهونه کرد و گفت نمیخواد بیایی و بمون خونه. بذار اعصابمون دنج باشه. بعد برگشتن آقات یه ریز غر نزنه. برای همین موندم خونه و دخترمم زهرا هم موند. گفت حال نداره. نمیخواد توی این مهمونی شرکت کنه که عمه همه فک و فامیل شوهرشو جمع کرده اونجا. هر چقدر اصرار کردم زهرا بیاد خونه ما قبول نکرد. گفت بیا بریم خونه ما. داداشم خونه نیست. راحت میتونیم فیلم ببینیم. تلویزیون داشت فیلم مراد و لاله رو نشون میداد. ما هم نشسته بودیم زیر باد کولر، تخمه میشکوندیم و پچ پچ میکردیم. زهرا یهو گفت کاش میشد از این بستنی نونیا داشتیم. منم خندیدم. گفتم آره با سس شکلات. از بالا بریز روش. داشتیم میخندیدیم که صدای زنگ در اومد. زهرا پرید دم آیفون. کیه؟ صدای پسرم و مهدی بود. از اومدنش تمام تنم گر گرفت. در که باز شد مهدی اومد داخل. ماجرای خواستگاری مهدی رو میدونستم و مادرم به هم گفته بود. برای همین پیشش معذب بودم. بلند شدم که برم خونمون. زهرا نذاشت و گفت بری تنها بمونی که چی بشه؟ مهدی گفت بشین سمیه جان، اگه با اومدن من معذب شدی من بر میگردم. مهدی همیشه مهربون بود. با هم صمیمی برخورد میکرد. ولی اون شب یه جور دیگه بود. یه لبخند بیدلیل گوشه لبش بود.
زهرا گفت داداش نمیشد حالا که میومدی یه بستنی نونی هم برای ما میگرفتی؟ مهدی گفت ای به چشم خواهر کوچیکه، الان میرم میخرم. مهدی رفت و ما هم نشستیم. 20 دقیقه دیگه با بستنیا برگشت. نشست کنار ما. بستنیامونو داد. خیلی عادی شروع کرد حرف زدن و خندیدن. از خسرو گفت، از مراسم، از اینکه چقدر خوش به حال خسرو شده. زهرا یه جوری نگاش کرد که یعنی تموم کن. بعد بلند شد و گفت من حالم خوب نیست، برم پایین. انگار سرم سنگین شده. خوابم میاد. و بعدش هم بلند شد و همین جوری رفت. من موندم و مهدی. درسته همیشه با هم خوب بود، ولی بعد رفتن زهرا خیلی معذب بودم. کنارش نشسته بودم تو سکوت. مهدی نگام کرد. نگاهش سنگین بود. گفت خوشگل شدی سمیه. من از روی ناچاری لبخند زدم. ولی یه حس ناجور ته دلم بود. تا همینجا یادمه که احساس سنگینی روی چشمامو کردم و خواستم بلند شم برگردم خونمون که دیدم نمیتونم سر پا وایسم. همونجا نشسته سرمو تکیه دادم به پشتی مبل. اون لحظه، اون چند دقیقه تار شد. همه چی. انگار گیج شده بودم. فقط صداش یادمه که گفت نترس چیزیت نمیشه. اونم خیلی گنگ و نامعلوم. فرداش که چشمامو باز کردم کنار زهرا خوابیده بودم. نمیدونستم کی بلند شدم اومدم پایین. هنوز چشمام تار بود و سرم گیج میرفت. با درد بیدار شدم. کمرم درد داشت. زیر دلم درد داشت. خودمو با درد به سرویس رسوندم. وقتی لکه سرخ توی لباس زیرمو دیدم فکر کردم ماهانه شدم. همه چی همونجا دفن شد و من به چیزی شک نکردم و اون درد و لک‌ها رو گذاشتم به پای ماهانه و به کسی چیزی نگفتم. همه چی موند تو دل من. حالا 2 ماه گذشته و من باردارم. هیچ کس نمیدونه اون شب چی شد جز مهدی. چطور میتونستم باهاش حرف بزنم و بپرسم که کاری با هم کرده یا نه؟ نمیدونستم مسبب این همه بلایی که سرم میومد کی بود. کاش اون شب مامانم منو با خودش میبرد و خونه عمو نمیموندم و الان آبروی منم حفظ میشد. روز 3 بود. خونه زنمو رو از ترس تلفن‌ها ترک نکرده بودیم. چند روز بود هیچ خبری از مهدی نبود و به خونه نیامده بود. صدای پچ زنا از توی کوچه می اومد. همه می پرسیدن چرا عروسی عقب افتاده؟ خسرو دیشب زنگ زده بود. مامان گفته بود نمیتونه بیاد پای تلفن. خیلی بیحاله. ولی من نمیخواستم فرار کنم. دیگه نمیخواستم چیزی رو قایم کنم. دور از چشم مامانم رفتم پشت حیاط. زیر اون تاک انگوری که دیوار رو گرفته بود. عمو عباس که اومد گفتم عمو میخوام خسرو رو ببینم. اولش ترسید. الان؟ کجا؟ گفتم تو کوچه هر جا. فقط چند دقیقه. گفت خودت میدونی که اگه بگی عروسی به هم میخوره؟ گفتم بذار بهش بگم عمو. اون حق داره بدونه. اگه نخواد بمونه میتونه بره و پاسوز من نشه. عمو عباس گفت میخوای خودم آروم آروم بهش بگم؟ میترسم تو بگی از کوره در بره. گفتم نه عمو عباس خودم باید بگم. ظهر وقتی کوچه خلوت شد عمو عباس خسرو رو آورد. قرار گذاشتیم پشت کوچه خاکی نزدیک چنار خشک. خسرو اومد. هنوز همون پیراهن سفید رو پوشیده بود. نگاهش نگران بود. گفت سمیه خوبی؟ با صدای خسرو بغض افتاد تو گلوم. گفتم خوب نیستم. یه قدم اومد جلو. گفت چی شده؟ چرا مامانت نمیذاره من تو رو ببینم؟ همه چیتون مشکوکه. نمیخواین این وسط جور بشه؟ گفتم خسرو خودت میدونی که چقدر خاطرتو میخوام، ولی میخوام یه چیزی بگم. نمیخوام فکر کنی بازیت دادم. نگاهش سنگین شد. لبش سفت شد. گفت بگو. سرمو انداختم پایین. گفتم من نمیدونم چطوری بگم. خسرو یه فوت عصبی کرد و گفت بگو سمیه، جون به لبم کردی. با من رو راست باش. همیشه گفتم من مرد با صداقتیم. پس با هم رو راست باش. صدام از ته گلو در اومد. گفتم من باردارم خسرو.
و همانا سکوت. هیچ صدایی نبود. فقط صدای افتادن یه برگ چنار بود. خسرو انگار نفهمیده بود. گفت چی؟ نگاش نکردم. گفتم 2 ماهه و من نمیدونم چطور. به خداوندی خدا من دست با خطا نکردم خسرو. من بهت بی‌وفایی نکردم. عهدمو نشکستم، ولی نمیدونم چه اتفاقی برام افتاده و چطور باردار شدم. صداش خفه شد. از کی؟ اشکام ریخت. گفتم نمیدونم خسرو. من هیچی نمیدونم. خسرو بدون هیچ عکس‌العمل و حرفی پشتشو بهم کرد و رفت. از اون روز برگشتیم خونمون. 3 روز گذشت. خبری از خسرو نبود. مامان هر روز می نشست کنار تلفن، قرآن می ذاشت جلوش، صلوات می فرستاد، نذر می کرد که خسرو برگرده. می گفت اگه نیاد آبرومون میره و نمیدونم جواب آقاتو چی بدم. همین الانم هر روز سوال جوابم میکنه که چرا عروسی رو عقب انداختین؟ چرا امروز فردا میکنین؟ خوبیت نداری بیشتر از این دخترتو تو خونه نگه داری؟ یا نکنه خسرو نمیخواد عروسشو ببره و مشکلی پیش اومده؟ ولی من میدونستم دیگه هیچ چیز مثل قبل نمیشه. تو خونمون هوا گرفته بود. حتی پنکه سقفی هم وقتی میچرخید صداش ناله میکرد. یه عصر وقتی زنم اومده بود به همون سر بزنه، کشیدمش کنار و گفتم اون شب مهمونی که خونه شما بودیم مهدی برامون بستنی آورد و بعدش دیگه من هیچی نفهمیدم. صبح با درد بیدار شدم و گمونم اون شب مهدی. زنمو هینی کشید و دستشو گذاشت جلوی دهنشو گفت آروم سمیه، مگه میشه مهدی باهات کاری کرده باشه و تو نفهمیده باشی؟ تو خودت دیدی مهدی بهت دست بزنه؟ گفتم نه ندیدم، ولی زنمو میخوام با خود مهدی صحبت کنم. اصلا اگه کاری نکرده چرا یه مدته که نیستش؟ زنمو گفت چون پسرم توی شهر دیگه کار داره، دیشبم برگشته. گفتم پس باهاتون میام تا با خود مهدی حرف بزنم. زنمو گفت از مهدی که مطمئنم، ولی اگه میخوای خیالت ازش راحت بشه من حرفی ندارم. پاشو بریم. مهدی نشسته بود کنار مادرش، سرش انداخته بود پایین. زنمو هم مثل همیشه با ظاهری مهربون ولی کینه‌ای و زیر چشماش تو رفتگی بود. گفتم مهدی حرف بزن، ازت خواهش میکنم بگو اون شب چه اتفاقی بینمون افتاد. مهدی گفت نمیفهمم منظورت چیه؟ گفتم خیلی خوب میفهمی از چی حرف میزنم. اون شب وقتی همه رفته بودن تو اومدی خونه، یادته؟ نگاهشو از من دزدید. گفتم ما داشتیم با زهرا فیلم میدیدیم، حالمون خوب بود، چیزیمونم نبود. وقتی اون بستنیا رو دادی خوردیم حالمون بد شد. مهدی گفت من فقط بستنی آوردم. صدای زنمو لرزید. سمیه جان ما که نمیتونیم این حرفا رو باور کنیم. این حرفا آبروریزی داره. گفتم آبروریزیشو من میکشم؟ مهدی گفت مگه مدرکی داری؟ من که کاری نکردم. اون لحظه خشک شده بودم و هیچی به چشمم نمی اومد. زنمو سری گفت ببین عزیزم، گاهی آدم اشتباه میکنه. فکر میکنه اتفاقی افتاده که نیفتاده. گفتم اشتباه؟ بارداری من اشتباهه؟ مهدی لبخند زد. اون لبخند لجنمال شده‌ای که تا عمر دارم از ذهنم نمیره. گفت ببین هیچی معلوم نیست، شاید با یکی دیگه بودی. سیلی مامانم از پشت افتاد روی شونش. مامان رسیده بود و صدا رو شنیده بود. گفت بی غیرت. زنمو جیغ زد. چی کار میکنی؟ نزن بچه‌مو. مامان گفت بچه‌ت؟ این پسر نامرد؟ اگه غیرت داشت پشت این دختر وای میستاد. مهدی با پررویی گفت من نمیتونم چیزی رو که نکردم گردن بگیرم. بره ببینه با کی خوابیده و کی بچه اونو تو شکمش کاشته. اشک از چشمم ریخت. گفتم از خدا بترس مهدی. خودت میدونی که من از اون دختران نیستم و هیچ وقت با یه نامحرمم صحبت نکردم، چه برسه به این که بخوام از این کارا بکنم. گفتم من که حواسم نبود، کاری کردی که چیزی حالیم نباشه، ولی من میسپارمت به اون بالایی که هیچ چیزی ازش پنهون نیست. بعد
با گریه از اتاق زدم بیرون. صدای داد و بیدادمون و زنمو کل خونه را برداشته بود. اما عباس زیر بالکن نشسته بود و داشت سیگار میکشید. وقتی منو دید گفت اون حرفایی که زدی راسته؟ سرمو انداختم پایین و گفتم عمو من هیچی یادم نمیاد. فقط اون بستنی که گیجم کرد، اون شواهد نشون میداد که یه اتفاقی افتاده و مهدی نمیخواد واقعیتو بگه. عمو گفت این مسئله کوچیکی نیست. اگه واقعیت باشه میتونه عواقب خیلی بدی داشته باشه و من و داداشمو به جون هم بندازه. گفتم از میون اتفاقای این اخیر فقط همین مورد به ذهنم اومد. به مهدی شک داشتم. چون عمو خودتون که میدونید من نه جایی میرم و نه با کسی در ارتباطم. عمو گفت باشه دخترم. خسرو پشت حیاط منتظرته. میخواد تو رو ببینه. تو برو، خودم باهاش حرف میزنم. از اومدن خسرو خیلی خوشحال شدم. خسرو رو خیلی دوست داشتم. نمیخواستم که ازش جدا بشم. با عجله رفتم پشت چنار خشک. جایی که خسرو وایساده بود. همون جا که من حقیقتو گفتم. حالا دیگه فقط یه چیز تو ذهنم بود. اگه خسرو هم بره، من هیچ کسو ندارم. اگه مونده باشه فقط به خاطر قلبشه، نه به خاطر دهن مردم. و این شاید تلخ‌ترین عشق دنیا باشه. تا من بخوام برسم کسی نبود و انگار که خسرو پشیمون شده بود و برگشته بود. با دلی شکسته و پاهای لرزون برگشتم. همون شب عمو اومد پیشم و گفت من با مهدی و مادرش صحبت کردم. مهدی قسم خورده که کاری باهات نکرده. روحشم از چیزی که میگی خبر نداره. خیلی ناراحت شدم. از اینکه یه همخون به این راحتی با نامردی به هم دست درازی کرد و بعدم مثل آب خوردن به قضیه نگاه کرد و گردن نگرفت. خانواده‌شم پشتش در اومدن. همون شب از ته دل گریه کردم و از خدا خواستم حق منو ازشون بگیره و نذاره این اشکایی که باعثش اونا بودن بی دلیل ریخته بشه. 4 روز از اون دیدارم با خسرو توی کوچه گذشت. اونقدر شبا چشمم باز موند تا سقف اتاق حفظ شدم. هر صدای پایی تو کوچه دلمو خالی می کرد. نه از ترس، از امید. اما اون شب درست وقتی مامان داشت پتو رو تا می کرد، در زدن. صدای خسرو اومد. مامان خشکش زد. من پام سست شد. خوب بود که بابام خواب بود و چیزی متوجه نشد. با هم رفتیم دم در. خسرو ایستاده بود. پیرن سفید ساده‌ای پوشیده بود. زیر چشمش متورم بود. گفت میخوام با سمیه تنها حرف بزنم. مامان اول خواست مخالفت کنه ولی من گفتم باشه. رفتیم تو حیاط. چراغ بالای باغچه یه نور زرد کمجون انداخته بود روی صورتم. خسرو گفت 4 شب خوابم نبرده. گفتم منم. خسرو گفت اون روز اومدم ولی از خودم مطمئن نبودم و نتونستم بمونم. یه لحظه فقط نگام کرد. گفت اگه چیزی مونده بگو. نمیخوام اگه چیزی هست بعدن بدونم. گفتم چی؟ گفت هر چیزی که احساس میکنی شاید به اون اتفاق مربوط باشه. هر چیزی که برات مشکوکه بگو. نفس عمیقی کشیدم. گفتم نمیدونم چطوری بگم. نشست روی لبه باغچه و گفت سمیه، یه زن شاید 1000 بار زمین بخوره ولی اگه راستشو بگه اون وقته که میشه روش حساب کرد. لبمو گاز گرفتم و گفتم اون شب مهدی از اول نگاهش فرق داشت ولی من بچه بودم، باور نمی کردم. خسرو گفت ادامه بده. بغض گلومو گرفته بود. گفتم اون شب وقتی زهرا رفت پایین تنها موندیم. خواستم بلندشم برم خونمون ولی هر کاری کردم نتونستم سر پا وایسم. حتی نفهمیدم چی شد. اون لحظه حس کردم بی حرکتم، سرم گیج میرفت و سطح هوشیاریم رفته رفته کم میشد تا جایی که من چیزی اون شب ندیدم و هیچ یادم نیست. صبحش فقط درد بود. ولی هر چی به مهدی گفتم انکار کرد و چیزی رو گردن نگرفت. خسرو، به خداوندی خدا من هیچ کار اشتباهی نکردم، فقط تو رو دوست داشتم. من هیچ صنمی با مهدی ندارم و همیشه برام یه آدم معمولی بوده که نمیتونستم به عنوان شریک زندگی بهش نگاه کنم.
خسرو سرشو پایین انداخته بود. انگشتاشو تو هم قفل کرده بود. بعد چند لحظه گفت: چرا همون موقع نگفتی؟ گفتم: چون هیچ درک دقیقی از ماجرا نداشتم. فکر نمی کردم که اون شب همچین اتفاقی افتاده باشه. من هیچ چیز حالیم نبود. همون دردم فکر کردم مال ماهانمه. اون موقع مامانم که شب و روز دنبال جهاز بود. بابا من فقط دنبال کار کردن. سکوتی افتاد. بعد خسرو گفت: میدونی چی بدتر از این اتفاقه؟ سرمو تکون دادم. گفت: این که من ندونم چطوری ازت دفاع کنم، چون خودت هم باور نداری که بی تقصیری. سرمو بلند کردم و گفتم: من مقصر نیستم. خسرو گفت: میدونم. یه لحظه سکوت کرد. بعد گفت: ولی یه چیزی هست. تو به راحتی میتونی بری آزمایش بدی و معلوم بشه پدر بچت کیه و به خاطر این دست درازیش به روز سیاه بنشونیش. بهش گفتم: ولی من نمیخوام آبرو و شرفم به خطر بیفته. حرفمون بیفته سر زبون مردم. بعدش بلند شد و اومد نزدیکتر. گفت: اگه الان ولت کنم همه چی رو باختم. خودم و مردونگیم و انصاف و عشقم. و با صدای بم آروم گفت: من اون بچه رو به اسم خودم بزرگ میکنم. بغضم ترکید. گفتم: چرا؟ لبخند تلخی زد و منو در آغوش کشید و گفت: شاید که زیادی دوست دارم. از بغض زیاد داشتم خفه می شدم. سرمو بلند کردم و توی چشمای مهربونش نگاه کردم و گفتم: خسرو، از حرف مردم نمی ترسی؟ خسرو گفت: مردم همیشه یه چیزی میگن، ولی من نمیتونم به دختری که مورد ظلم واقع شده پشت کنم. گفتم: پس چی میگیم به بقیه؟ لبخندش آروم شد و گفت: میگیم خدا زودتر از وقتش به همون هدیه داد. گفتم: خسرو، همین مردونگیته که عاشق ترم کرده. خسرو دستامو گرفت. گفت: همینجا چالش کن و از دلت بیرون کن. گفتم: من هیچی رو با چشم خودم ندیدم، ولی باعث و بانی حالم و واگذار میکنم به خدا و میدونم خودش تقاصم و ازشون میگیره. بعد از اون شب همه چی یه جور قشنگی شد. مامان باورش نمیشد. خیلی گریه کرد. وقتی گفتیم قرار عروسی کنیم همش خدا رو شکر میکرد و میگفت تمام نظر و نیازام برآورده شد. خدا خودش مراقبمون بود و نذاشت که آبرومون بره. مامان انگار هنوز باور نکرده بود. گفت: یعنی واقعا خسرو هنوزم؟ گفتم: آره مامان، هنوزم. بابا فکر میکرد که کدورتی بین من و خسرو به وجود اومده و وقتی شنید که داریم عروسی میکنیم بعد از چند ثانیه گفت: خدا پشت پناهت باشه دخترم. خسرو مرد خوبیه. قدر زن و زندگی رو میدونه. تو هم همسر خوبی باش و قدرش رو بدون. بابا راست میگفت. من مردی به مردونگی خسرو ندیدم که پای کسی که بهش تعرض شده و از مرد دیگه‌ای بچه داره هم بایسته و باز دوستش داشته باشه. به خسرو گفتم: من با این شرایطم عروسی بزرگ نمیخوام. ولی خسرو قبول نکرد و گفت: از اون چیزی که قبلا تصور کردیم پرشورتر میگیریم. فردای اون روز عروسی شد. با دنگ و فنگ زیاد. با اون همه مهمون و سر و صدا. یه جشن بزرگ توی حیات خودمون. مادرم از خوشحالی سر از پا نمیشناخت. همش دور خسرو مادرش میچرخید و قربون صدقه‌شون میرفت. حوض وسط رو پر از گل محمدی کردیم. زن و قرمه سبزی پختن، مردا فرش پهن کردن. صدای آهنگ از همه جای خونه می اومد. مادرم لباس سفیدم و از جعبه بیرون آورد. لباسی که یه بار تا مرز خاک شدن رفت و برگشت. خسرو کت و شلوار خاکستریشو پوشید. یه گل سرخ هم زد روی سینش. نگاهش محکم بود. تو عکس همش لبخند میزد و نمیذاش آب تو دلم تکون بخوره. هر وقت آروم میشد به حرفم میگرفت و نمیذاشت قصه بخورم و روز عروسیم خراب بشه. مهمونای زیادی داشتیم. حتی زنم و مهدی هم برای جشن عروسیم اومدن. انگار نه انگار.
انگار زندگی بلد بود چطور نقاب بزنه. من و خسرو اون شب تو کوچه قبل از اینکه وارد خونمون بشیم عهد بستیم که هیچ وقت پشت همو خالی نکنیم و همیشه به همدیگه اعتماد کنیم. حرف پنهونی بینمون نباشه. اون شب رفتیم سر خونمون. یه اتفاق ساده تو طبقه بالا. خسرو گفت از فردا زندگی شروع میشه، ولی نه با فراموشی، با بخشیدن. گفتم خسرو میتونی ببخشی؟ گفت هر روز باید دوباره انتخاب کنم که ببخشم. سکوت کردم. دستمو گرفت و من با قلبی که هنوز گاهی از شرم میلرزید تو آغوش مردی رفتم که قضاوت نکرد و تنهام نذاشت و بچم شد بچه هر دومون. راز ما مثل یک نخ نازک همیشه بین ما موند. گاهی میلرزید، گاهی سفت میشد، ولی هیچ وقت پاره نشد. از اون شب عروسی انگار همه چی یه جور دیگه شد. تو دل همون کوچه های خاکی جنوب شهر یه زندگی کوچیک داشت جوونه میزد. خونه خسرو یه خونه قدیمی با سقف بلند و درهاش سبز رنگ بود. مادرش خاله فاطمه زنی بود مهربون با چشمای گرم و نازک. وقتی رفتم خونشون فقط یه جمله گفت: خوش اومدی عروسم. این خونه حالا خونه توه. هنوز بغض توی گلوم بود. روزای اول همه چی عجیب بود. نمیدونستم باید چطوری همسر باشم، با مادر شوهرم چطوری حرف بزنم. حتی نمیدونستم دلم قرمه سبزی میخواد یا اشکنه. ولی خسرو صبور بود. هر شب با لبخند میومد خونه. نون سنگک میگرفت و وقتی میدید تو آشپزخونه چیزی سوخته نمیخندید. فقط میگفت فردا از امروز بهتر میپزی. با خاله فاطمه می نشستم سبزی پاک می کردم. کم کم از قصه های بچگیشون می گفت. از خسرو وقتی که پسر کوچیکی بوده و یواشکی برای گربه توی کوچه غذا می زاشته. بعد از یه ماه محله دیگه منو با اسم صدا می زد. خانم آقا خسرو، یا بهتر از اون عروس خاله فاطمه. دلم گرم می شد. همه جا بودم. تو پخت نظری، تو جلسه های زنونه مسجد، حتی تو مدرسه محله داوطلب شدم کلاس نقاشی برم. خاله فاطمه می گفت خدا رو شکر یه عروس خوشقدم نصیبم شد. من همه این اعتبار و آبروم و مدیون خسرو بودم. خسرویی که بیچون و چرا منو با بچه تو شکمم قبول کرد و نذاشت آبروی خودم و خونوادم بره. حتی بعد 2 ماه به مادرش مشتلق بچه رو داد و اونم خوشحال کرد. هر روز که از زندگی مشترکمون میگذشت عشقم بهش بیشتر میشد. خسرو نمونه یه عشق پاک و صادق بود. خسرو شبا تو حیاط برام از رویاهاش میگفت، از اینکه یه روز بخواد برای بچه‌مون خونه‌ای بهتر بسازه. من فقط نگاش میکردم. اون هیچ وقت بهم نگفت که برای بچم چه تصمیمی دارم و همیشه اونو بچه دوتامون خطاب میکرد. خسرو دنیای من شده بود. همون مردی که توی تاریکی منو باور کرد حالا داشت توی روشنایی دنیامو میساخت. چند وقتی بود که درد داشتم. خاله فاطمه میگفت پایین کنارش بخوابیم تا حواسش بهم باشه. وقتی درد زایمانم شروع شد خاله گفت که از الان برای زایمانت زوده و شاید درد گذرایی باشه. گفتم نمیدونم خاله، خیلی دردم زیاده. ساعت نزدیک اذان صبح بود. صدای اذان تو کوچه پیچیده بود و من از شدت درد دندون به لبه لحاف گرفته بودم. خاله فاطمه صدا زد: خسرو مادر بیا، سمیه درد داره. خسرو گفت وقتشه؟ خاله گفت نه زوده. خسرو برای اینکه خاله شک نکنه گفت شاید 7 ماهه به دنیا میاد. 2 دقیقه بعد لباس پوشید و دوید ماشینو آورد که منو برسونن بیمارستان. من فقط نفس میکشیدم. انگار با هر نفس یه تیکه از گذشته رو جا میذاشتم. دکتر خانم مسنی بود با صدای خشدار و دستای پر از تجربه. بهم گفت دخترم آروم بگیر مادر، خدا پشتته. صلوات بفرست و دعا کن تا زایمان راحتی داشته باشی. وقتی اولین صدای گریه اومد چشمام پر از اشک شد. خانم دکتر خندید و گفت ماشاءالله ماشاءالله، یه دختر خوشگل و سفید مثل برفه. اون لحظه دنیا ایستاد. تمام دردام و قصه هام تموم شدن.
بچه رو گذاشتن توی آغوشم. یه صورت کوچولو، چشمای بسته، دستای ظریف. اسمشو گذاشتیم آتنا. با همون اولین لبخند انگار 1000 چراغ تو خونه روشن شد. خاله فاطمه نذر کرد برای سلامتیش یه دیگه آش شعله قلمکار بپزه. خسرو دور سر دخترمون میگشت و همش قربون صدقش میرفت. طوری وانمود میکرد که انگار دختر خودشه و براش اصلاً مهم نیست. خسرو یه قاب عکس از ما 3 زد به دیوار اتاق. بعد اون روز انگار برکت نشست توی سفرمون. خسرو کارش تو کارگاهش رونق گرفت. منم با کمک خاله با شیر دادن و لالایی گفتن مادر شدم و آتنا با شیرینیش دل همه رو برد. با اون لپای قرمز و نگاه معصومش. خاله فاطمه 1 ماه بعد دنیا آمدن دخترم عازم مکه شد. می گفت همش پا قدم دخترمونه و با خودش شادی و برکت آورده بود به خونمون. یه روز که من و آتنا توی خونه تنها بودیم، زنم و با مامانم اومدن دیدنم. از دیدن دخترم چشماش گشاد شده بود. همش می گفت سمیه جان دخترت خیلی خوشگله. زنمو زد زیر گریه و تعریف کرد که چند ماه مهدی خواب درستی نداره. آشفته است و همش با ترس از خواب میپره. مثل جن زده ها شده. از وقتی هم شنیده بچه‌تون به دنیا اومده یه حال عجیبی داره. لب به غذا نمیزنه. با کسی حرف نمیزنه. میره میشینه تو انبار خونه و یه عکس قدیمی از تو رو میذاره روی زانوهاش و فقط بهش خیره میشه. زنمو خودشم بیقرار بود و میگفت الهی بمیرم واسه بچم. آخه نمیدونم چه گناهی داره. نه چیزی میگه نه گریه میکنه، فقط سکوت. فقط یه جور سکوت تو خونمون پیچیده که دلم میگیره. انگار با هر خنده آتنا یه ترک میافتاد توی دل اونایی که روزی درد بودن. بلا سرم آوردن و پاش نایستادن و منکر شدن و منو به بی‌آبرویی متهم کردن. اون روز مثل هر روز دیگه شروع شد. خاله فاطمه از مکه با سوغاتی‌های فراوون برگشت و بازم روزهای خوشمون کنار هم به خوشی ادامه پیدا کرد. آتنا 6 ماهه بود و من داشتم آتنا رو میخوابوندم که صدای در کوچه اومد. خاله فاطمه از دم پنجره صدا زد سمیه جان یه چیزی شده، بیا پایین. دلشوره ریخت تو دلم. دویدم. سر کوچه چند تا مرد دور یه نفر جمع بودن. یه موتور واژگون شده بود و زیرش مهدی. اوضاع خوبی نداشت. نمیتونست تکون بخوره. نه جون داشت نه صدا. زنمو جیغ میزد الهی بمیرم بچم، مهدیم یا ابوالفضل. آمبولانس که بردش خبر پیچید توی محل. مهدی تصادف کرده بود. یه کامیون پیچیده بود جلوی راهش. گفته بودن خودش گیج و خیره رانندگی میکرد. ولی بدجور با کامیون شاخ به شاخ شده بود. مهدی به طول 1 ماه توی بیمارستان بستری بود. مامان چند بار ازم خواست که به عیادتش برم ولی قبول نکردم و روزی هم که زنمو اومد و گفت سمیه مهدی خواسته ازت خواهش کنم بری دیدنش. بازم قبول نکردم. گفتم از اون روز که همه چی رو انکار کرد مهدی برام مرده و اصلاً برام مهم نیست. اگه خسرو قبولم نمی کرد میدونید چه بلایی سرم می اومد؟ میدونید؟ آبروی خانواده‌ام با کار خسرو حفظ شد. کاری که پسر شما کرده بود خسرو گردن گرفت و با کارش غرورم و بین همه حفظ کرد. وگرنه الان باید همراه آقام و مادرم دیار وطن رو ترک می کردیم و یه عمر با سرفکندگی زندگی می کردیم. زنمو وقتی دید نمیتونه متقاعدم کنه همراهش دیدن مهدی برم گفت پس ازت خواهش میکنم حلالش کنی. جوونی کرد، حماقت کرد. گفتم اون زمان که حالم بد بود مهدی گردن نگرفت. شما هم پشتش در اومدین. الان از من چه انتظاری دارین؟ منم دلم میخواست کنار شوهرم سرم بالا باشه. همیشه ته دلم فکر میکنم که خسرو از روی ترحم کنارمه. همه اینا به خاطر اشتباه مهدی بوده. از اون روز مهدی دیگه نتونست راه بره. کامل فلج شد. به گفته مامان زنمو زندگی شده بود اشک و زاری. از مهدی هم نه امیدی مونده بود نه صبر و غروری. میگفتن مهدی کلاً عوض شده. یه بار از زنمو شنیدم که گفت تو خواب با صدای بچه بیدار میشه. میشینه زل میزنه به پنجره.
یه بار غروب وقتی با آتنا داشتم از مسجد برمیگشتم دیدم یه نفر روی ویلچر نشسته. مهدی بود. دیگه اون مهدی سابق نبود. لاغر و رنگ پریده و ساکت. دلم به حالش سوخت. از دور وقتی آتنا رو بغلم دید گفت صبر کن سمیه، میخوام باهات حرف بزنم. وایسادم بدون هیچ حرفی. زل زدم بهش. گفت سمیه بد تاوان دادم. آهت بد جور زمین گیرم کرد. ازم بگذر. دیگه زندگی برام غیر قابل تحمل شده. یکم به آتنا نگاه کرد و گفت دختر زیبایی داری و همسر فداکاری. خوشبختی حقته. پس خوشحال باش. مهدی تاوان بدی در برابر ظلمش داده بود و دیگه جای هیچ گله و شکایتی نمونده بود. وقتی دید ساکتم و رومو ازش برگردوندم، اونم ویلچر رو برگردوند و رفت. زنم و دیگه اون زن قرقروی همیشه نبود. پیر شده بود. وقتی میدید من آتنا رو بغل میکنم، نگاهش خیره میموند. یه روز اومد دم در. گفت سمیه، میدونم در حقت بدی کردیم. خسرو از همه ما آقاتر بود که گندکاری مهدی رو جمع کرد. ازت میخوام که ازمون بگذری و حلالمون کنی. گفتم زنمو، من همون شبی که عروس خسرو شدم ازتون گذشتم و نخواستم با کینه و حسد زندگیمو شروع کنم. اون بلاهاییم که سر مهدی اومد کارمای همه کارای خودش بود. من هیچ وقت نفرینش نکردم. آتنا تازه 4 سالش شده بود که فهمیدم دوباره بار دارم. اولش ترسیده بودم ولی وقتی دکتر گفت 2 قلوه یه حس عجیبی ریخت توی تنم. گریم گرفت، نه از ترس، از شوق. خسرو تا شنید خدا رو شکر کرد و خندید و گفت حالا شدیم یه خانواده 5 نفره. ماه 9 تو همون بیمارستانی که آتنا به دنیا اومده بود 2 پسر کوچولو با چشمای بادومی و موهای پرپشت درست شبیه خسرو به دنیا اومدن. اسمشون رو گذاشتیم سامان و سهیل. خاله فاطمه گفت خدا برکت داده به خونتون. آتنا از روز اول شد خواهر بزرگ. با اون قد کوچولوش هی میرفت بالا سر بچه ها. براشون قصه میگفت. همه چی آروم بود. روزام با شیر بچه ها، خنده خسرو، صدای آتنا پر میشد. شبا خسرو کنارم دراز میکشید و میگفت باورم نمیشه ما به اینجا رسیدیم. کار خسرو توی کارگاه چوب بری بالا گرفته بود. سفارش از این ور و اون ور زیاد میگرفت. حتی یه شب یکی از تلویزیون محلی اومد از کارگاهش فیلم گرفت و کارش بیشتر از پیش به همه نشون داده شد و رونق گرفت. منم کم کم یه اتاق از خونه رو تبدیل کردم به کارگاه کوچیک خیاطی. پرده می دوختم، لباس بچه، مانتو، چادر گلدار. زنای محل نوبت می گرفتن و می گفتن سمیه جون این پارچه رو بدیم به دستت، بهترین ها رو خلق می کنی. تو صندوق کوچیکم روز به روز پول جمع می شد. نه برای امرار معاش، چون خسرو اجازه نمیداد اون پولا رو خرج خونه کنم. می گفت برای خودت پسنداز جمع کن. منم اونا رو برای دلگرمی جمع می کردم. در آخرم باهاش یه یخچال خریدیم. بعد یه فر. بعدم ماشین لباسشویی. یه روز زنمو اومد. آتنا رفت تو بغلش. سامان و سهیل باهاش بازی می کردن. زنمو تازه نشسته بود که گفت دخترم زهرا داره عروس میشه. اومدم ازتون دعوت کنم که تو عروسی دخترم شرکت کنید و گذشته ها رو فراموش کنید. بعد از رفتنش خسرو گفت ببین خدا خودش دلا رو نرم میکنه. و من تو دلم گفتم آره خسرو، اون شب مرگ من بود. ولی حالا این زندگی، این خنده ها، این نور همشون زندم کردن. اون شب از اون شبایی بود که هوا بوی گل یاس میداد. نسیم ملایمی از سمت باغچه می اومد و صدای خنده بچه ها توی حیاط پیچیده بود. زنمو چند روز پیش دوباره اومده بود در خونمون. یه جعبه مخملی کوچیک توی دستش بود. انگار می ترسید که به عروسی زهرا نریم و مردم حرف و حدیث درست کنن. گفت سمیه جان بالاخره زهرا رو میخواییم بفرستیم خونه بخت. خسرو رو هم دعوت کنین. بچه ها رو بیارین. جاتون خالیه.
چشماش یه جور خاصی نگاه میکردن. انگار هم خجالت، هم اشتیاق، هم یکم شرمندگی لای نگاهش پنهان بود. من ساکت موندم. اما آتنا گفت مامان عروسیه، من لباس صورتیمو بپوشم؟ لبخند زدم. گفتم آره عزیز دلم، میریم عروسی. اون شب وقتی رسیدیم حیاط بزرگ پر از چراغای رنگی بود. طناب‌هایی از لامپ از این درخت به اون یکی درخت کشیده شده بودند. سفره عقد وسط حیاط با آینه و شمدون نقره‌ای برق می‌زد. زهرا تو اون لباس سفید مثل فرشته شده بود. اشک توی چشمام جمع شد. وقتی دیدمش زهرا دوست دوران بچگیم بود و به جز اون اجازه نداشتم با بچه دیگه‌ای بازی کنم. و الان رفیق کودکیم عروس شده بود. دیدم مهدی با همون ویلچر اومد کنار سفره عقد ایستاد و به زهرا و داماد تبریک گفت. یه جور مظلومیت تو چهرش بود. سالها گذشته بود اما من اون شب برای اولین بار دلم سوخت. نه از ضعف، از بخشش. آتنا با لباس صورتی دور مهمونا میدوید. سامان و سهیل هم دنبال شیرینی بودن. خسرو اومد پیشم. دستمو گرفت. گفت خوبی؟ گفتم آره. عجیبه اما دلم سبک شده. تو اون شور و هیاهو یه لحظه دیدم مهدی کنار ایوون زل زده به من. یه نگاه، نه پر رو، نه طلبکار، نه خجول. فقط یه نگاه خالی. شاید پر از حرف. من سرمو براش تکون دادم. اونم همینطور. این یعنی هیچ چیز گفته نشد. اما همه چی تموم شد. اون شب چراغا که خاموش شدن آسمون پر ستاره بود. وقتی برگشتیم خونه آتنا خوابیده بود توی بغلم. سامان و سهیل روی دوش خسرو بودن. من یه لحظه برگشتم پشت سرم و نگاه کردم. اون حیاط، اون شب، اون چراغ‌ها برام مثل یه کتاب بسته شده بود. یه کتاب با 1000 درد، 1000 صبوری و 1000 رنج و آخرش یه لبخند. یه چراغ روشن، یه دل نرم شده. چون باور داشتم بخشش میتونه قلبها رو تسکین ببخشه و دنیامونو زیباتر کنه. خب عزیزانم، داستان امشب و همینجا به پایان میرسونم. ممنون میشم با لایک و کامنتاتون از ویدیوها حمایت کنین. سربلند و سلامت باشین.